سلام شاگردان عزیز، امیدوار هستم همه شما دارای صحت و عافیت کامل باشیم. به ادامه جلسه قبلی بحث امروزی خود آغاز میکنیم. موضوع بحث امروزی ما خصوصیات دونتولوژیک در نسای ولادی است. البته در سلایدهای قبلی و در جلسه قبلی ما شما روی دونتولوژی صحبت کردیم که عبارت از روش حتمی پرسونل طبی است به خاطر بلند بردن کیفیت ارزی خدمات سی و کاهش نارسایی خدمات. همچنان سر از صحبت کردیم که خصوصیات دونتولوژی در دیسیپلین‌های مختلف و متفاوت است. دیسیپلین جراحی به تفصیل صحبت کردیم. حالا میایم سر خصوصیات دونتولوژیک در دیسیپلین نسای ولادی. البته یک تعداد چون این دیسیپلین هم یک بخشش مربوط نسایی است، یعنی خانم‌ها هم در بر میره و پس دیگه اولادی است و همچنان مداخلات جراحی هم صورت میگیره. یک مقدار شباهت‌های با دیسیپلین جراحی داره، یک تعداد مسائلش مشابه با دیسیپلین جراحی هم است، ولی نکات دیگه که ایره متمایز می‌سازم یک اجراعات در ارتباط به خدمات در ارتباط به خانم‌ها است. چون خانم‌هایی که به اینجا مراجعه می‌نمایند اینا در یک قرارداد اجتماعی زندگیشان به پیش میره که این موضوع دیسیپلین از نظر دونتولوژیک یک مقدار اساسا متمایز ساختن. مثلا مسئله اطلاع وضعیت خانم به شوهرش در این دیسیپلین تاکید میشه که وضعیت سی خانم که چی مشکل داره، همچنان تشخیصش، عواقب مرضش، مسئله ای که نیاز به مداخلات جراحی داره نداره، مسائل حمله های بعدی، یا مسائل هستن که باید به شوهر خانم باید اطلاع داده شود و این موضوع باید برای شوهر خانم هم شریک ساخته شود، در حالی که یک امری غیر طبیعی به نظر میرسه. چرا در سایر موارد ما وضعیت صحی شوهر به خانم کمتر مکلفیت داریم من دیگه دیسیپلینا که باید حتما به خانمش راپور بدیم، اما در اینجا حتما باید این موضوع راپور داده شود و برای شما سوال پیدا میشه که چرا. این حالت به خاطر است که زن شوهر در یک قرارداد اجتماعی با هم زندگی خود به پیش میبرند که از نظر قانون شوهر با طفلی که در بطن مادر است یا حمله که داره، این حالت ازی و حمل ازی و توانایی حملش و ایناش مربوط به شوهرش میشه، یعنی حق مالکیت در اینجا وجود میاد. چرا طفلی که در بطن مادر است فرزند شوهرش ام میشه و به این ارتباط خانم با ایره پذیرفته به اساس همو قاعده حقوقی در قید نکاح شوهر خود قرار گرفته و اینا مشترکاً زندگی خود به پیش میبرن. پس نیاز است که مسائل مربوط به عواقب ناگوار امراضی که مربوط به مادر میشه، مربوط به وضعیت کودک میشه، مربوط به حملای بعدی میشه و یا هم نیازهای مداخله جراحی میشه، تمام این مسائل به شوهرش باید اطلاع داده شد. در غیر از او هرگاه این مسائل تصامیم به صورت صرفاً به استناد موافقه خانم انجام میشه، ممکن است که بعداً باعث دعواهای حقوقی و مشکلات شود که پای طبیعی به دوجه بکشانه. پس دیبا باید این موضوع را از نظر قانونی و از نظر مسائل حقوقی در نظر داشته باشند. البته مسئله استتباب طبی و عدم استتباب طبی عملیات جراحی عین مثل دیسیپلین جراحی است که به اساس همون تشخیص مدلل و بر اساس سیر مرض و درجه پیشرفت مرض و سن مریض و سایر مسائلی که به تفصیل ما در دیسیپلین جراحی صحبت کردیم در اینجا هم در نظر گرفته میشه و هیچ تفاوتی وجود نداره. مسئله استتباب و عدم استتباب عملیات جراحی، یعنی جواز مداخله جراحی و عدم جواز مداخله جراحی از نظر مسلکی، از نظر طبی عین مثل دیسیپلین جراحی است. تنها مسئله موافقه و گپاش فرق داره که برای علاوه خانم باید شوهرش هم در ارتباط چی داشته باشه، موافقه داشته باشه. یکی از مشکلات دیگه که در این دیسیپلین وجود داره مسئله تعویض نوزادان است و این مشکل در شرایط کنونی یک مقدار زیادتر شده. دلیلش هم است که استفاده از تکنولوژی نوین این فرصت مساعد ساخته که در جریان حمل طبیبا در ارتباط جنسیت کودک بتانند مادرها را واقف بسازند که
مسئله یک مقدار مشکل وجود. یک بودش است که مشکلی که در افغانستان است که باعث منازعه میشه و است که وقتی که طفل به دنیا میه و اگر طفل مورد نظر خانواده نباشه باز اتهام میبندن که گویا طفل عوض شده. این موضوع چطور این حالت پیدا میشه؟ وقتی که مادر به جریان حمل به دکتر سونولوژیست یا دکتر اولتراساوند مراجعه میکنه، دکتر سبای نسای ولادی اکثر این کار انجام میدن. در اوجا خانم‌ها چون نظر به شرایط کلتوری و فرهنگی جامعه ما زیاد علاقه دارن که طفلشان پسر باشن و این موضوع را دکترها هم میفهمن و دکترها هم میفهمن که اگر نوزاد جنسیتش دختر باشه و ای به مادر گفته شوند نشه که این جنین سقط کنن، اینا ضایع کنن و به حیات از خطر و خود به یک شکل در این قضیه مقصر احساس میکنن که این معلومات به مادر انتقال دادن. از اون خاطر کوشش میکنن که معلومات به شکل مبهم برای خانم انتقال بدن، مثلا برای مادر انتقال بدن. مثلا برش میگن که تو معلوم میشه که ممکن است جنسش پسر باشه ولی ما 100% گفتن نمیتونیم. به این ارتباط مادر امیدوار نگاه میکنن برای ادامه حمل و هم این خودش باعث یک چالش دیگه میشه. چرا وقتی که طفل به دنیا میاد و او طفل دختر میشه اتومات دکتر که در او بخش توظیف است مورد اتهام قرار میگیره و از طرف مادر و یا اقاربش که گویا طفل ما عوض شده. ما خود پیش دکتر صاحب نسای ولادی مراجعه کردیم، اونا برای ما گفتن که جنس از پسر است و در اسناد شواهد ارائه کنن که باید از این کار جلوگیری صورت بگیره. دکتر صاحب نسای ولادی در ارتباط بیان جنسیت کودک با نظر داشت همچون مسائلی که تهدید حیاتی برای ادامه حیات یا ادامه حمل نوزادان دختر هم وجود داره، بهتر است ای که از ابراز نظر در ارتباط جنسیت کودک اینا ابا ورزن و اجتناب کنن و او را محکول کنن و مراحل ترایمسترهای بعدی که در زمان باز مسئله سقط و گپا هم ممکن نباشه و همچنان از سایر روش‌هایی که روش‌های مشورتی است، روان درمانی است، سایکوتراپی است، از این مسائل استفاده شود، نه ای که با بیانات غیر محتاطانه و گویا به یک شکل غیر مستقیم مادر فریب بدن. بعضی از دکترها شاید ایره یک روش که غیر اخلاقی هم است کار بگیرن، مثلا مادر امیدوار بسازن که او بار به مراجعه داشته باشه و اینا از او اینکم یا دریافت مسائل مادی خود در قبال از داشته باشن یا با اصطلاح مارکتینگ برای مراجعه های بعدی مریضانشان داشته باشن که یک روش غیر معقول است. و او طوری است که وقتی که خوب میفهمن که جنسیت از دختر است ولی طوری بیان میکنن که خب تو 1-2 هفته بعد بیا باز ما برات واضح تر میگم، حالا هم تو معلوم میشه که جنس چی است، جنسش شاید پسر باشه و این باعث میشه که بار دیگر باشه. و اگرم برای اطمینان خود این مادر، چون این مادرها خیلی حساس میشه، به یک دکتر دیگه مراجعه میکنه و او برش میگه که جنسیتش فهمیده نمیشه، به خاطر از اینکه از نظر روانی یک انترست برش پیدا شده بار به این دکتر مراجعه که یک نوع سوء استفاده میتونه تلقی شود. دیگه مسئله استطباب عدم استطباب عملیات جراحی است که عین مثل دیسیپلین جراحی است. استطبابات طبی بر اساس مشخصاتی که به تفصیل ما شما صحبت کردیم گذاشته میشه و هیچ فرقی وجود نداره. تنها مسئله موافقه یک مقدار تفاوت داره که باید موافقه شوهرش هم در این مداخلاتی که خصوصا در اندامهای تناسلی و ولادی مادر گرفته میشه این باید موافقه شوهرش گرفته شود. دیگه مد نظر گرفتن حق خانم در مورد تعداد فرزندان از گاهی اوقات دکتر در این مداخلات جراحی مثلا در سیزارین سکشنی که انجام میده متوجه میشه که یک پاتولوژی است و با برداشتن از او به حیات مریض و صحت موثرش کمک میکنه و یعنی استطباب مداخله در اینجا از نظر طبی موجود میباشه، ولی این باعث اقامت یا اقیم شدن مادر میشه.
در تو حالت ها باید که طبیبا این موضوع را با مادر شریک بسازن و موافقه از او را عکس کنن. شاید بعضی مادرها با وجود از همون پاتولوژی که وجود داره، مثلا یک فیبروم رحم یا امثال ازی است، خواهان ازی باشن که عملای دیگه هم داشته باشن که این موضوع را باید در نظر داشته باشیم. مسئله توضیح دقیق مشوره های طبی، چون این دیسیپلین یک دیسیپلین متفاوت است و اکثرا خانمایی که در شرایط کنونی در افغانستان اینا با مراجع طبی مراجعه میکنن، اولا هی که مراجعه از اینا مشروط است، باید یک کسی اینا را بره و یا دفعات مراجعهشان کم می باشه، دسترسی به خدمات سیشان کم است و خصوصا خانمایی که از اطراف میان در شهرها، اینا معلوماتشان و ارتباطاتشان هم محدود است. به خاطر معلوماتی که برای اینا انتقال داده میشه باید معلومات جامع دقیق باشه و حتی کوشش از مدل ها، تصاویر، ویدیوها و اینا کار گرفته شد تا این معلومات کاملا خانم‌ها درک کنن و از خود مراقبت های درست انجام. چرا خانم‌ها نیاز به مراقبت های دوامدار دارن که باید دور انجام، خصوصا وقتی که تغییرات هورمونیک داره اینا با وجود میاد، گرفتن بعض دواها ممکن است وضعیت صحی از اینا را خیلی متاثر بسازه. پس باید طبیبا مشوره های خود بسیار دقیق، قابل فهم و حتی به زبان بومی و محلی برای از اونا باید بگوید تا ای که اونا معلومات بگن و طبیب هم مطمئن شود که مریضاش مشوره ها را به شکل دقیق دریافتند. چرا اگر مشوره ها اشتباه درک شوه و گرفته شوه میتونه حیات مادر و طفل به خطر مواجه بسازه و این خود سبب منازعه و مشکلات شوه. البته که این دیسیپلین نیازمند همچون یک رفتار متفاوت در ارتباط به ارائه مشوره ها به شکل واضحتر و با نظر داشت جانب نحوی عرضه خدمات سی می باشه. مسئله دیگه حفظ راز طبی است، چون این دیسیپلین یک دیسیپلین مربوط به خانم‌ها است و خانم‌ها در مسائل صحیشان فوق العاده و مسائلی که مربوط به خودشان میشه خیلی اساس هستن، یعنی یک دیسیپلین راز گفته میتونیم. پس تمام مسائلی را که طبیب دیسیپلین میشه نباید بدون اجازه مریض او را افشا کنه یا با کسی دیگه شریک بسازه. چرا خصوصا در جامعه ما که حتی میتونه بعضی اوقات این معلومات باعث تهدید حیاتی به طفل مادر، به خود مادر هم شد و حتی میتونه مشکلات دامنگیر خانواده طبی هم بسازه، یعنی دیسیپلین نسایی‌ولادی هم بسازه. پس بهتر است که مسائلی که مربوط به خانم‌ها هستند، چه آن چیزی که مریض در مصاحبه از مریض دریافت میکنه و یا آن چیزی که در معاینات پای میبره، معاینات فیزیکی و امثال از اینا، تمام از اینا منع راز طبی پیش خود حفظ کنه و این باعث اعتماد مریض هم میشه که جهت دریافت خدمات سی به مریضا به طبیب مراجعه کنه. هرگاه مریض احساس کنه که معلوماتش افشا میشه، ممکن است که اینا از مراجعه به دکترها معضلات اخلاقی ترمیم مصنوی غشای بکاره در کشورهای اسلامی است. البته پس ما روی کشورهای اسلامی است، چرا در دیگر کشورهای این موضوع این معضلات دیده نمیشه. مسئله هایمن در کشور اسلامی یک ارزش خاص خود داره و یکی از نمونه ها و نشانه های عفت و پاکدامنی تلقی میشه که البته بعض علما در ارتباط دانشمندان موافق نیستن، اما آنچه که معلوم است در جامعه ایره به قاطعیت اکثریت افراد جامعه یکی از نشانه های عفت و پاکدامنی موجودات غشای بکارت میدانند. خب به هر صورت سر از او جنبه‌اش صحبت نمیگیرم، ولی مسئله ازی که ترمیم غشای بکارت از اونجایی که خانم‌ها و دختر خانمایی که به هر علت باشه، یا از اثر حوادث یا از اثر مسائل فریب یا مسائل تجاوز امثال یا هایمنشان از دست میدن و خب والدین نیایش میفهمه و خود دختر خانم میفهمه که نکاح ازی در آینده مشروط است و ممکن است که این باعث تهدید حیاتی و بدنامی و امثال ازیشه مسائلشه، اینا دست به دامن دکترسابای نسایی ولادی میزنن و از اونا کمک میخواین و اونا رو وادار میسازن که هایمن از اینا را ترمیم کنن.
از نظر اخلاق طبابت و از نظر دونتولوژی این خلاف آداب و اخلاق طبابت بوده. طبیبان نباید که مسلک پاک مقدس را با فریبکاری و دقل، چرا این مسئله فریبکاری تلقی میشه، ولو که دختر خانم مظلوم بوده باشه یا مورد فریب قرار گرفته باشه یا تجاوز قرار گرفته باشه، خب یک چیزی را به شکل دروغین ساخته کاری کردن است و جوانب دیگه هم باید طبیب در نظر داشته باشه که خودش میتونه سبب ترویج فحشا و امثال دیگه از جرایم اخلاقی شه و گاه شاید هم گروپ های خاصی باشن که از این مسائل سود بگیرن، مثلا روزبیخانه ها و اینا. و از طرف دیگه مسلک طبابت یک مسلک است که کارش پوشیدن است و کار پنهانی نمیکنه و تمام کارش به خاطر صحت و به خاطر سلامتی مریضایش است و طبیبان نباید که مسلک طبابت با فریبکاری و جلب میشه. یک خانمی که میخواد با کسی ازدواج کنه باید برای مبتنی بر واقعیت ها زندگی خود به پیش ببره، نه بر اساس یک پایه و اساس دروغین. خب پس توصیه میشه که طبیبا باید جدا از همچون مداخلات اجتناب بورزن. که جهل و فریب تلقی شد. بحث دیگه ما شما دونتولوژی در دیسیپلین داخله است. شما میفهمید که دیسیپلین داخله وقتی میگیم داخل عظمی را، داخل تنفسی را، داخل قلبی را، داخل اعصاب و اینا را کلش در بر میگیره و مریضایی که به این دیسیپلین مراجعه میکنن اینا با تحت عنوان دکتر داخله با یک پاتولوژی مراجعه میکنن که برشان مبهم است، یک مثلا یک حالت ناخوشایندی عمومی صحی دارن، درد دارن، تب دارن یا شکایت های روانی و اینا دارن، به این دیسیپلین مراجعه میکنن. یک چیزی را که دونتولوژی از دکتر صاحبایی که در دیسیپلین کار میکنن میخواه است که اینا باید حتما با پاتولوژی سیستم عصبی چی باشن، آشنا باشن و در پولیزی که در دیسیپلین مثلا داخله کار میکنن، در دیسیپلین مثلا داخل عظمی کار میکنن، داخل تنفسی، داخل اندوکرین، داخل قلبی یا داخل یورولوژی. البته کال یورولوژی یک دیسیپلین جداست. خب به هر صورت در هر بخشی که مربوط به امراض داخل است اینا کار میکنن. مهم است که اینا باید با پاتولوژی سیستم عصبی کاملا آشنا بشه. چرا این موضوعات شده؟ به خاطر از این که مریضایی که به دیسیپلین داخل مراجعه میکنن با یک مشکلی که مبهم است مراجعه میکنن و ممکن است اینا تحت تاثیر همو حالت ناخوشایند صحی که دارن یک حالت روانی هم داشته باشن. از او خاطر است که طبیبا وقتی که با اینا برخورد میکنن باید که حالت روانی از اینا را هم جدی تلقی کنن. ممکنه بعضی اوقات مشکلات از اینا جدی باشه، مشکلات از اینا جزئی باشه، ولی این حالت برای یک و از طرف مریض بسیار شدید نشان داده شد و نشه که طبیب در مقابل از اینا یک برخورد داشته باشه که مثلا برای مریض طبیب طور بگوید که شما مثلا یک حالتی که ما به نام ملنجرینگ میشناسیم یا استریک میشناسیم یا هم به نام تمارز یا سیمولشن میشناسیم، همچه یک حالت از طرف طبیب تلقی نشه و برای تو یک برای مریض فکر چی شوم که گویا طبیب مریض با مراجعه خود خواسته یک تمثیل دروغین را انجام بده و خدای نخواسته این احساس بین طبیب و مریض باعث برهم خوردن ارتباطات که از نظر اخلاق طبابت او از قبل تعریف شده باعث همچو یک حالت شد و باعث از این شد که مریض ناراحت شد، در حالی که این مسئله یک مسئله حالت روانی بوده که نیازمند از این بوده که طبیب حالت مرضی و اظهارات مریض را از نظر روانی او را ارتباط بده و با او ارتباط یک درک همه جانبه داشته باشد. پس این دیسیپلین ایجاب میکنه که طبیبا در پالوی ازی که مهربان می باشند رفتارشان هم به گرمی و دلسوزی
باشه به خاطر جلب ارتباط مریض و در بخش‌های مختلفه، در دیسیپلین های مختلفه، در بخش های مختلفه داخل، در صورتی که نیاز به معاینات نان انوستشن، یعنی معاینات غیر مداخلوی ضرورت میشه، باید که بتونن اعتماد مریض جلب کنن و او معاینات در نزد مریض انجام کنن. در غیر از او هرگاه این احساس برای مریض داده نشود، طبیب ممکنه قادر به این نباشه که رضایت مریض برای معاینات و رضایت مریض برای برای ادامه تداوی یا برای قبول نمودن پیشنهاد طبیب به دست بیاره. به ارتباط نقش پرستار یا نرس اتاق گاستروانترولوژی هم در دیسیپلین که داخله که بخش گاستروانترولوژی را به پیش میبره هم بسیار مهم است. مثلا یکی از معاینات حساسی که در دیسیپلین انجام میشه مسئله برانکوسکوپی است، مسئله گاسترو اندوسکوپی است، مسئله کولونوسکوپی است و یک تعداد معاینات دیگه که در دیسیپلین که نیازمند از این است که مریض همکاری نماید. پس نیاز است که پرستار هم در دیسیپلین بسیار یک شخص توانمند باشه که با گرمی و دلسوزی و مهربانی اعتماد مریض از قبل زمینه سازی کنه و در اثنای معاینات او معاینه شونده بتانه معاینات بپذیره و باعث کدام مشکل دیگی در اثنای مداخله. مثلا اگر ما برای شما به طور مثال بگیم که میخوایم که مثلا یک پایپ در معده شما پایان کنیم و معده شما را معاینه کنیم، طبعا این تصور از این که پایپ از طریق انف داخل بلعوم میشه و از بلعوم از طریق مری داخل معده میشه، برای یک طبیب حتی این موضوع خیلی سخت است که این را بپذیره و چه بسا که یک مریضی که ممکن است کاتگوری سینی مختلف قرار داشته باشه و از نظر روانی به لحاظ مشکلی که وجود داره متاثر باشه، این توجه و این همکاری از او را و وحشت هرگاه این موضوعات از قبل هم در نظر گرفته نشه، وقتی که مداخله صورت میگیره ممکن سبب اختلاطات جدی شه و عواقب ناگوار داشته و خود از این سبب یک منازعه و یک سوء تفاهم بین مریض و طبیب و پایواز مریض و طبیب شود. پس بهتر است که این مسائل از قبل پیش بینی شده باشه و به خاطر اعتماد بخشی و به خاطر اطمینان مریضا هم طبیب و هم پرستار یا این مسائل کاملا در نظر گرفته و هر روز تکنولوژی جدید یا وسایل جدیدی که در دیسیپلین کار گرفته میشن، مسائل کاربردی و مسائل اعتماد بخشی از اینا باید به دقت نه از نظر تنها مسائل تکنیکی بلکه از نظر مسائل ارتباطات و مسائل نوع استفاده مؤثر و جلب اعتماد مریض، اینا مسائلی هستند که باید در نظر گرفته شود. در نظر گرفتن خصوصیات فردی مریض همونطور که در شروع یک تبصره داشتیم، وقتی طبیب پاتولوژی سیستم عصب مرکزی را خوب درست بفهمه، با مجردی که مریض مراجعه میکنه از نظر کاراکتریستیک و از نظر خصوصیات فردی او را میتونه کاتگوری بندی کنه و رفتار خودم مطابق همو حالت شخص عیار کنه. در غیر از اگه موضوع در نظر گرفته نشه ممکن است که مریض شاید که خود طبیب در مقابل خود بی تفاوت بیافته و شاید هم که باعث سوء تفاهم شه و این خودش هم میتونه سبب منازعه پرابلم شه. مثلا یک مریضی هست که بسیار یک مریض حساس، یک مریض خردگیر، یک مریض شکاک، وقتی که یک مشکل داخله داره، به طور مثال یک پرابلم قلبی داره، وقتی که به طبیب داخله مراجعه میکنه، هرگاه طبیب با تمام جزئیات حالت مریض
درک نکرده و بر از او معاینات و مشوره های خود انجام نده، بدون در نظر گرفتن همون خصوصیت فردی شخص ای کار کنه، طبعا در نهایت در اخیر مریض از طبیب راضی نمی باشه و فکر میکنه که طبیب با او توجه درست نکرده. فلهذا بعضی افراد که خود بسیار مریض فکر میکنن از او حالتی که دارن و یا هم خود به خطر جدی حیاتی فکر میکنن، هرگاه این افراد که حساس هستن از نظر طبیب برشان اعتماد و اطمینان در ارتباط به همو حالت صحیشان فراهم نشه و از روش خاصی که بر همچو کتگوری افراد استفاده میشه استفاده نکنه، خود ازی میدونه که سبب یک سلسله مشکلات جدی بدن شو و مریض وقتی که ای حالت ناشی از یک بی‌توجهی از طبیب میدانه، باز در صورت هدایت طبیب هم نمیپذیره و او را مراعات هم نمیکنه و به تداوی خودم در نزد طبیب ادامه نمیده و گاهی همی مریض از یک طبیب به دیگه طبیب و از دیگه طبیب به دیگه طبیب رفته و بالاخره ای خودش هم به خطر به مشکل سی ازی می افزایه و هم امو پروسه سیر مریضی ازی ممکن است که با انظار ناگوار یا عواقب ناگوار منجر شود. خب ما یک چند مثال در رفتارهای دکتر صاحبای داخله میتونم که نباید این رفتارها وجود داشته باشه. یکی مسئله ازیه که از مریض حرفایش نمیشنوند. مثلا وقتی مریض از مشکل صحی خود صحبت میکنه، طبیب آنن گپ مریض قطع میکنه و میگه بس ما فهمیدم، موضوع را گرفتم و اجازه نمیده که مریض بیشتر در ارتباط مشکل خود صحبت کنه که خود ازی باعث ازی میشه که مریض فکر کنه که دکتر مشکل مرا نگرفته. یک موضوع و موضوع دیگه وقتی که مریض یک شکایت از یک مریض از حالت مریضی خود می داشته باشه، وقتی که طبیب معاینه میکنه و به تشخیص میرسه میبینه که شکایت ازی مشابه و همو حالت مریضی ازی نیست و بلکه یک شکایت است که یک شکایتی که اصلا نباید مریض داشته باشه. نباید همچون مسائل دوباره پس بر مریض بگه که تو مثلا تو یک مشکل داری و این شکایت نباید داشته باشی و این گفا که میزنی تو راست نمیگی و یا امثال از اون ایره، هم باعث ازی میشه که اعتماد و ارتباط مریض با دکتر بر هم بخوره. خب این میتونه خصوصیات فردی یک شخص باشه و مسئله حالت روانی باشه که مبحث اول که باید این طبیب این موضوع رو در نظر بگیرم. و مسئله دیگه که وقتی که یک مریض به دکتر داخله مراجعه میکنه، اکثرا دکتر داخله پرسان میکنه در تاریخچه که به کدام دکتر دیگه مراجعه کرده، دوایی گرفته یا دوای قبلی خوده. وقتی که مریض از مراجعه به دکتر دیگه و گرفتن دواها و یا نسخه‌ای که از دکتر دیگه گرفته او را به طبیب پیشکش میکنه، طبیب با مطالعه از یک حالتی را گویا نشان میده که این دکتر نفهمیده و تشخیص از او غلط بوده و این دوایی که گرفتی تو بساب صحت مضر تمام شده و این حالت خودش میتونه که در فرآیندازی باعث یک منازعه دیگه بین مریض و دکتر قبلی شود که نباید طبیب همچون یک اظهارات در قبال مریض داشته باشه، بلکه این مسائل بسیار واضح بگوی تذکر بده که چرا تو یک حالت پیش آمده. ممکن است که معاینات کافی صورت نگرفته باشه، ممکن است که مریض هدایات درست نگرفته باشه و یا هم اگر واقعا طبیب احساس میکنه که طبیب قبلی مهارت و دانش کافی نداشته، برای مریض باید تذکر بده که شما باید به یک دکتر متخصص مراجعه میکردین و البته در این حالت ها میشه یک موضوع طور
با مریض کمک که به نفع مریض باشه. و البته اگر مسئله ضرورت باشه که به طبیب قبلی مورد فعالیتاش مورد پیگیری و قرار بگیره، باز این صورت میتونه همچون معلومات اینا را با مدیکال کنسول ها و بخش های خاصی که در ارتباط کار میکنن با اونا راپور داده شد تا اونا از طریق خود این موضوع را بررسی بگیرن و وقت فهمیده شد که واقعا یک کسی است که تبعات غیر قانونی میکنه یا خلاف رشته، خلاف مسلک و یا توانایی لازم نداره و بعض مداخلات انجام داده، از اون طریق پیگیری شد تا اینکه منازعه بین دو فرد به وجود بیاره و این خودش هم یک مشکل دیگه را میتونه به وجود بیاره. پس اوقات دکتر سبا یک حالت را انجام بده با صورت جامعه ما ای روا وجود داره که یک رفتار ناپسند و بسیار زشت است و او چی است که در ارتباط به وقتی که مریض از سوابق تداوی خود یاد میکنه و نسخه خود تداوی میکنه، دکتر بعضی نظارات میداشه گویا که او چطور با این دوا تو تا حال زنده موندی، این دوا چطور تو را نکشته، یا هم که نسخه را پاره کنه در آشغالدانی پرته و به ارتباط نظارات اینا ما هستم که برای دوا میتون و با این دوای ما خوب میشی. همچون رفتار ها اینا به خاطر جلب توجه مریض و میشه روش های غیر معقول در حقیقت مارکتینگ است برای پیدا کردن مریض یا جلب توجه مریض که کاملا متروک است و یک رفتار ناپسند است که نباید طبیبا نه تنها در دیسیپلین داخله برای تمام دیسیپلین ها این موضوع را نباید که داشته باشن. رفتارشون باید واقعی، مسلکی، تخصصی و پروفشنال باشن، نه ای که رفتارشان رفتارهایی که معمولا افراد که در بزنس های کوچک خارج از مسلک تبابت و به شکل غیر مسلکی اون در اونجا هم این رفتارها به خاطر جلب توجه مریض و فریبکاری و جلب استفاده میشه. استفاده شکی موضوع بسیار مهم است و شما این را باید جدا در نظر داشته باشید. دیگه گروهی از مریضان خود را خیلی بدبخت فکر میکنن و اینا بعضی کسایی هستن که دچار تشاشات روانی هستن و از مریضی که دارن خود مریضتر فکر میکنن و مریضی خود بسیار شدید و جدی فکر میکنن. در تو مریض ها اگر دکتر سه داخلا میفهمه که به تنهایی نمیتونه که مریض با اصلاح حالت روانیش با اصلاح کنه و برای او مشوره خوب بده، بهتر است که همچون مریض ها با توسط متخصصین داخلی اعصاب، اگر مثلا دیسیپلین دکتر در بخش داخلی هضمی است یا داخلی قلبی است، با اونا کانسلت شو، با دکتر سپاری فرشا و این حالت روانی مریض اصلاح شو و در این زمان با تداوی از پرداخت شد. چرا؟ چون مریض ها ولو که اینا خدمات دریافت میکنن، چون از آن جایی که از نظر روانی متاثر هستن اصلا احساس بهبودی و خوبی را در خود احساس نمیکنن و اکثرا یا از باعث غم و اندوهی که دارن دچار دپرشن شده، یعنی دچار افسردگی شده و از باعث افسردگی هم نمیتونن که مراجعه به موقع داشته باشن، دوای خود به موقع استفاده کنن و مراقبت های لازم و بعضا هم اگر مداخلات ضرورت میباشه تصمیم گرفتن نمیتونن که اون مداخلات رو بپسن، درش صحتشان به وخامت میگیره که نیازمند مشوره های صحی میباشن.